به نام خداوند جان و خرد. درود بر شما بینندگان گرامی. امروز در مهمانی ما دانش آموزان زبان فارسی از دانشگاه دولتی شهر مسکو هستند و ما برنامه داریم و صحبتی درباره زبان فارسی و سرنوشت آن در کشورهای فارسی زبان ایران، افغانستان و تاجیکستان. مهمانان ما امروز در اینجا خانم ارینا توپلیوا، دریا کوپریشکینا، یودکیه دوبریوا و آقای یوگینی یگوروف هستند و من مجری این برنامه امید جیهانی در خدمت شما هستم. نخستین چیزی که من میخواستم از مهمانان گرامی بپرسم این است که شما که تازه از ایران برگشتید، تهران رو چگونه یافتید؟ چه شهری است؟ ایران چه کشوری هست؟ مردمش چگونه هستند؟ آیا این دوره دانش افزایی براتون خوش گذشت؟ خیلی خوش گذشت. خیلی مرسی از شما که اینو پرسیدین، چون خیلی مفید بود. تهران که خیلی شهر خیلی عالیه، خیلی خوشمون اومد. مثلا مخصوصا برای بچه ها که برای اولین بار اومدن ایران، چون که مثلا من و دنیا چند بار دیگه قبلا رفتیم ایران. خیلی خوب بود، هوای تهران خیلی خوب بود و هم دانشگاه علامه طباطبایی عالی بود از لحاظ این دوره آموزشی که داشتیم. خیلی امکان خوبی داشتیم. این شما قبل از اینم رفته بودید ایران؟ بله رفتم. ولی برای شما بار اول بود؟ بله، برای من این بار اول بود که من تو تهران بودم و برای من شهر تهران یک کمی شهر اروپایی هست، چون من فکر کردم که ایران کشور قدیمی هست و کشور شرقی، اما تهران نسبت به شهر قدیمی شرقی فرقی داره. برای من این مثل شهر برلین یا شهرهای اروپایی دیگه شد. پس فکر میکنم که دلیل این است که این پایتخت کشور است و من خودم میخوام شهرهای ایرانی دیگه ببینم. پس بله، متاسفانه ما این امکان خوبی نداشتیم که برای مسافرت بریم شهرهای دیگه که از تهران. این دفعه بله. اما بازم تهران که خوب بود. من یه سوالی دارم. شما که در اینجا زبان فارسی رو یاد میگیرید، زبان معیاری هست، یعنی زبانی که در کتاب ها نوشته میشه و زبانی که مردم در خیابان ها صحبت میکنند. آیا برای شما دونستن و فهمیدن این زبان آسان بود یا مشکلاتی پیش اومد در گفتگو با مردم؟ مثلا برای من هیچ مشکلی دارم، چون که نمیدونم، اونا فقط صحبت میکنن و ما فقط میفهمیم. شما فقط میفهمید، ولی بخواهید خودتون یه چیزی بگید، آیا مردم درک میکنن صحبت شما رو یا نه؟ ما در سر درس در دانشگاه ما زبان گفتاری هم یاد میگیریم و برای ما من فکر میکنم که این آسون بود و برای دانشجویان دیگه که از دانشگاه های دیگه به ایران رفتن آمدن، من فکر میکنم که برای اونا چند مشکل داشتن. شما که دانشجوی سال سوم هستید، واقعا برای این سال سوم تحصیلتون خیلی خوب فارسی صحبت میکنید. این واقعیتی است، چون من بچه‌هایی که 15 سال پیش فارسی رو یاد میگرفتم باشون صحبت میکردم در این حد نبود. یعنی در این 10 سال گذشته خیلی پیشرفت کرده آموزش زبان فارسی در دانشگاه آسیا آفریقا. میخوام ببینم که آیا نحوه آموزش فعلا چجوری هست؟ چرا شما تونستید در 3 سال زبان را به این خوبی یاد بگیرید و دوره های پیشین 10 سال پیش در این حد نمیتونستن؟ نقش مهم در این پدیده مثلا باید کرد، مثلا
اینکه ما استاد ایرانی داشتیم، به غیر از اینکه ما درسایی با استادان روس داشتیم، ما استاد ایرانی داشتیم که باش مثلا همون زبان گفتاری و کوچه خیابونی و یاد گرفتیم. مثلا که این دفعه اگه برگردیم که سوال قبلیتون خیلی راحت تر، مثلا این بار پنجم من بود که تو ایران بودم و خیلی راحت تر خودم احساس میکردن تو اون شهر، به خاطر اینکه وقتی که تو زبان میشناسی تو بیشتر آشنا میشی با خود فرهنگ و کشور و مردم و خودتو خیلی راحت تر احساس میکنی تو فضای شهر. یه چیزی که میخوام از شما بپرسم اول این است که آیا آموختن زبان فارسی برای شما با این خط فارسی مشکلی بود و آیا شما با این خط فارسی میتونید منابع مورد نیاز خودتون رو از اینترنت پیدا کنید یا از کتابخونه های ایران پیدا کنید؟ بله، چرا که نه؟ همه چی هست. این یاد گرفتن زبان فارسی به این خط فارسی خیلی آسونه. خیلی آسونه؟ خیلی. آره تا همون نه چرا، البته خب یه ماه اول که آدم عادت میکنه به خط و کلا یه چیز جدید و عجیب غریب بود، کلا اینکه مثلا حرفای صدادار نمیشن این سخت بود، اما بازم میشه فهمید و این میشه فهمید این روش. من این سوال رو برای پرسیدم که شما میدونید که زبان فارسی در تاجیکستان نیز زبان مردم است، یعنی مردم تاجیکستان اکثرا یا خود تاجیک ها فارسی زبانند، ولی این زبان را با یک خط دیگری می نویسند، خطی که بسیار شبیه به خط روسی است، عملا برگرفته از خط روسی است و خیلی از تاجیک ها میگن که برای ما یاد گرفتن خط فارسی بسیار سخته. میگن این خط به نظرمون مثل ماکارونی میاد، میبینم یه چیزایی هست ما نمیتونیم بخونیم، خیلی سخته یاد گرفتنش و خیلی عجیبه که شمایی که دیگر زبان هستید و از مردم دیگری هستید در یک ماه تونستید این خط را خواندن و نوشتنش رو یاد بگیرید. چرا اینجوری هست به نظر شما که یک تاجیک نمیتونه این خط رو زود یاد بگیرد ولی شما یاد گرفتید؟ خیلی اینکه قصدش رو داشتیم، یعنی اومدیم دانشگاه برای اینکه زبان فارسی یاد بگیریم دیگه. چرا چرا نداشتیم؟ بله. آره. نیت میگن نیت خوب نصف دولت در تاجیکستان میگن، ولی غیر از اینه که مثلا قصد داشته باشی، آیا یک تاجیک خب میتوند این خط رو یاد بگیرد؟ میتونه. چرا که نه؟ هر آدم میتونه یاد بگیره. خب آدم‌ها مثلا زبان چینی یاد میگیرن، نمیدونم چه جوری اما یاد میگیرن دیگه خط نوشتنش. ما موندیم خودمون که چه جوری مردم زبان فارسی خیلی راحته نسبت به ما خودمون موندیم که چه جوری مردم بهانه پیش میاد که برای ما یاد گرفتن زبان خودمون با یک خط دیگری بسیار سخت است، ولی زبان روسی رو همون کسان یه چیزی در حد خود شما صحبت میکنن، یعنی عین یک روس صحبت میکنن. میدونیم که ما هفته 8 ساعت درس زبان فارسی داشتیم تو سال اول. باز فکر میکنم که اینطور شد که ما به این حد عادت کردیم و این مشکل نداشتیم برای نوشتن و برای خواندن این حد. پس برای تاجیکا نیز هیچ مشکلی پیش نمیاد، چون اونها این زبان صحبت میکنند، حرف میزنند توی خیابون و به هم دیگر صحبت میکنند، اما در زبان فارسی و در حد زبان فارسی آنها نمیخوانند. خب یه سوالی دارم و آیا تو تاجیکستان نیازی هست برای اینکه به حد فارسی چیزی بخونه، چیزایی دیگه انجام بده یا نه؟ چون که ما توی دانشگاهمون که نیازی داریم به این خط فارسی، خیلی چیزها بخونیم، بنویسیم. این دقیقا سوالی بود که من باید از شما میپرسیدم، شما از من میپرسیدیم. ما در کشور خودمون نیاز داریم. ببینید نیاز ما چی هست؟ با خط تاجیکی خودمون، با سیریلیکی که ما داریم و شما اینجا یه تیکه رو خوندید و گفتید که این خط ویژگی‌های زبان فارسی رو نشون نمی‌دهد. ما با این خطی که داریم در اون منطقه خودمون و در جهان در یک انزوایی قرار داریم.
از یک سمت ما کشور افغانستان و ایران هستن همسایه ما که زبان ما رو با خط فارسی می نویسند و مشکلی هم ندارند. یه همسایه ما چین هست که برای خودش خط رو دارد، یه فرهنگ و تاریخ 5000 ساله. شمالتر از ما کشورهای قزاقستان و قرقیزستان و ازبکستان هستند که زبانشون زبان ما نیست. شمالتر از اونا هم روسیه و از کشورهایی که ما با اونا خط همسان داریم مشابه، یکی مغولستان هست و یکی مثلا مولداوی هست، یا بگیریم بلاروس و روسیه و اوکراین. آیا برای مایی که فارسی زبان هستیم گذاشتن به خط فارسی به نظر شما راحت‌تر نیست، بهتر نیست که ما بتونیم با همزبانان خودمون بپیوندیم و از منابع علمی اونا بهره بگیریم، یا اینکه با همین خطی که داریم مثل یک جزیره در اقیانوس بمونیم و خودمون هم ندونیم که چجوری بتونیم علممون رو گسترش بدیم؟ شما که این زبان رو یاد گرفتید آیا منابع علمی فراوانی هست به زبان فارسی که ما بریم از اون بگیریم یا نه؟ مثلا در رشته زبانشناسی. شما درباره خط فارسی سوال میکنید؟ بله، که تاجیکا نیز خطشون رو فارسی کنند یا نکنند. به نظر من خیلی مهمه که زبان مردم تاجیکستان باید به این خط برگردن، چون که این چیزی خیلی مهمه، مثل یکی از اصلی‌ترین چیزای فرهنگیشون. به نظر مگه مردم تاجیکستان میخوان برگردن طوری نیست؟ اگر میخوان طوری نیست برگردن. آیا شما با خانم دریا تلفظ ایرانی اسم شما رو بگیم هم نظرید، موافقید با این نظر یا نه؟ نمیدونم، چون که من نمیدونم چرا مردم تاجیکی درباره این فکر میکنن، چون که من فکر میکنم که این مهم نیست. مهم نیست اصلا. بله. یعنی ما باید در یک کشور خودمون یک خطی را داشته باشیم و دسترسی به منابع علمی نداشته باشیم. من یک مثال میارم. میدونید که ایران یک برنامه هسته‌ای دارد و سالهاست که بر سر اون یک جنجالی هست و دارن حل و فصلش میکنن. ما میگیم که ایران با خط فارسی دارد هسته شکافی میکند، یعنی انرژی هسته‌ای رو دارد گسترش میدهد، و تاجیکان با این خط سیریلیکشون دارن در مسکو کوچه‌روبی میکنند. خب شما ما هم میخواهیم هسته شکافی کنیم، نه کوچه‌روبی. چه کار بکنیم؟ خب اما فکر می‌کنم این خیلی چیزای کاملا متفاوتن، یعنی این خط و مثلا برنامه خاصی ایران هیچ ربطی ندارن. چرا؟ اینکه آره شما حق با شما، البته که قبلا مثلا این 24 سال پیش قبل از فروپاشی شوروی تاجیکستان به رو به اتحاد به روسیه بود، کلا به فرهنگ روسیه نزدیکتر بود. الان بعد از اینکه کاملا جدا شدن، که البته بیشتر به فکر نزدیک شدن با ایران میافتن. این من میخوام طبیعیه. یادآوری کنم که رابطه بین خط و زبان خیلی تنگاتنگه. خط یک وسیله هست برای آموزش علم به هر زبانی. درسته. ایرانی ها با همین خط و به زبان فارسی علم مثلا انرژی هسته‌ای رو دارند. اونا که نمیدونن به زبان روسی بخونن، و اگر هم دانشجوی اینجا اومده باشه و خونده باشد برگشته و ایران اون دانش اندوخته خودش رو به زبان و خط فارسی نوشته که دیگران هم یاد بگیرن. خب مگه نه؟ خب شما ببینید الان روسا با همینطور مثلا با خط سیریلیکشون میتونن از انرژی هستی استفاده کنن. اصلا انرژی هستی با مثلا با دستخط
چه ربطی داره؟ خب ببینید، من میفهمم که این مثلا منابع علمی و منابع مثلا علمی مهمه. آره درسته، این اما مهمه. خب درسته که میگم که همین الان بله شاید باید برگردن ببینید، بخاطر من برای اینکه بیام در اینجا در شهر مسکو تحصیل بکنم 11 سال زبان روسی رو در مدرسه خودمون آموزش دیدم، 2 سال دیگه هم در دانشگاه. و با اینکه من زبان روسی رو کمابیش میدونستم، سال اولی که اومدم اینجا دانشجو بشم با یک زبان کاملا دیگری روبرو شدم. این زبان علمی بود، یعنی اون زبانی که من میگفتم روسی هست و میدونمش با اون زبانی که به ما درس میدادن خیلی فرق میکرد. پس آیا برای ما بهتر نیست که علوم پیشرفته دنیا رو هرچی هست به زبان خودمون که همان فارسی هست و در ایران پیشرفت‌هایی دارند از خود بکنیم، یا اینکه بریم زبان و خط بیگانه مثل روسی، انگلیسی، چینی، ژاپنی رو از خود بکنیم؟ کدوم راهش آسون تره؟ مسئول‌تر البته که کشورهای دیگه هم مشکل دارن، مثلا کشور پاکستان رشته زبانشون هندی هستند و خط زبانشون هم عربی است و فکر میکنم که اینطور شد که زبان تاجیکی خط سیریلیک داره. پس چرا باید اینو عوض کرد؟ و فکر میکنم که این بهتره اگه مردم تاجیکی در دبیرستان 2 تا خط یاد میگیرند، حتی سیریلیک و حتی عربی. پس آخه عربی یه چیز دیگری است. ببینید خط فارسی منظورش اصل خط خب که اصل خط ما اگر بخواهیم عربی خط عربی رو از عرب ها بگیریم باید باز دوباره 4 تا حرف دیگر بر اون اضافه بکنیم. بله خب ما دقیقا همین کار رو با خط روسی هم کردیم. درست. وقتی که سیریلیک رو به ما آوردن در زمان شوروی، ما 5 تا حرف بر خط روسی اضافه کردیم. مثلا برای آواز ه نداشت، ج نداره، ق نداره، غ نداره. بعد اون آوازی که شما فرمودین اوی دراز که میگین که این بر اثر تاثیر زبانهای ترکی بوده، در صورتی که در بسیاری از گویش‌های قدیمی فارسی و زبان‌های ایرانی که با زبان‌های ترکی تماسی نداشتن این آواز هست. خب اما تو زبان فارسی نیست و تو زبان‌های مثلا فارسی میانه نبوده. ولی از یک جای پیدا شده. من میخوام خب سوال رو اینجوری بذارم که ببینید ما داریم با یک زبان صحبت میکنیم، خب هممون با یک زبان فارسی داریم صحبت میکنیم، سعی میکنیم که با یک زبان فارسی معیار صحبت بکنیم. اگر من این مثلا سخنهای خودم و حرفهای خودم رو اینجوری تلفظ بکنم، شما ببینیم میفهمید یا نمیفهمید؟ مثلا یه سوالی هست، حالا از خودمون یه سوال بدیم که آیا فارسی و دری و تاجیکی یک زبان هستن یا 3 زبان و یا 3 گونه از یک زبان؟ خب این کدوم زبان بود؟ فارسی بود. خب من تاجیکی دارم میخونم. چرا تاجیکی بود؟ یک بعد میگفتم یک نه؟ یک. بعد میگفتم کدوم نه؟ یا کدوم میگیم کدوم. یعنی زبان جداگانه بودن تاجیکی بستگی به تلفظ دارد؟ نه فقط در تلفظ. خب دیگه چی؟ دیگه بعضی از واژه‌ها فرقی داره. مثلا چه واژه‌هایی؟ مثلا فکر می‌کنم دنیا که بهتر. نه من نمیدونم چرا ببینید مثلا یک کتابی بگیریم که به زبان فارسی معیار نوشته شده. خب این دیگه اسمش فارسی معیاره. یه معیارتر از این نداریم. اگر من این نوشته ها رو به تلفظ تاجیکی بخونم، آیا زبان این کتاب تاجیکی میشه؟ نه. چرا؟ لهجهش تاجیکی میشه دیگه. لهجهش میشه تاجیکی ولی زبانش زبانی تاجیکی. مگر تلفظ من اینجوری زبانی تاجیکی؟ نه. تلفظش دیگه تاجیکی میشه. همینطوره که اگه من این کتاب رو بگیرم و چیزی بخونم، تلفظم دیگه روسیه. یک سوال دیگری، ببینید یکی از پرفروشترین آثار ادبی فارسی در روسیه
ترجمه رباعیات عمر خیام است. درست. وقتی که این رباعیات رو به خط فارسی منتشر میکنند زبانش رو میگن فارسی. ولی وقتی که همون کتاب رو، همون رباعیات رو به خط سیریلیک منتشر میکنن پشتش مینویسن زبان تاجیکی. مگر خیام تاجیک زبان بوده؟ مگر زبان خیام تاجیکی بوده؟ چی شده؟ چرا اینجوریست؟ فکر میکنم که در دوره زندگی عمر خیام این زبان یکی بود، زبان فارسی فرهنگی بود، پس فرقی نداشت. اما در دوره معاصر فرقی داره، چون زبان تاجیکی رسمی حتی دیگه داره، تلفظ دیگه داره و چیزی دیگه. یعنی دلیل بر زبان جداگانه بودن فارسی تاجیکی یا هم زبان تاجیکی تلفظ جداگانه متفاوت با ایران و خط متفاوت با ایران است. همینه؟ لغت هم هستن. لغت که مثلا از وارد زبان تاجیکی شدن لغت روسی. بله درست است. که هیچی را نمیتونه بفهمه. یه مثال میخوام بزنم. در زمان شوروی تا فروپاشی شوروی در تاجیکستان به بالگرد میگفتن ورتالیات، به سمالیات هم میگفتن سمالیات، به هواپیما میگفتن سمالیات. ولی از یک زمانی در تاجیکستان اصطلاح چرخبال به کار برده شد. هلیکوپتر. و در افغانستان میگفتن هلیکوپتر و در ایران هم میگفتن هلیکوپتر. بعد یک زمان ایرانیان اومدن این اصطلاح چرخبال رو از ما گرفتن، به کار بردن، ولی بعدن گفتن که نه این درست نیست، به جاش یک واژه دیگری ساختن، بالبر یا بالگرد. هنوزم درست نمیدونم. آیا از این که مثلا تاجیکا یک واژه‌ای رو از ایران میگیرن به کار میبرن، مثل دانشگاه، دانشکده، دانشجو، بله، این واژه همچنان فارسی میموند یا تاجیکی میشه؟ یا اینکه اگر ایرانی‌ها یک واژه‌ای رو از تاجیکا بگیرن مثل همون چرخبال، آیا این چرخبال برای زبان فارسی ایران بیگانه هست یا مال خودشه؟ خب کلمه خودشه. مثلا یک کلمه مثلا بیشتر وقت میگذاره و این کلمه مثلا یه تغییر میکنه که دیگه وارد این سیستم زبان میشه. مثلا اگه مثلا همون زبان تاجیکی بیشتر میمونه در این حالت جداگانه با زبان فارسی و همون دری، بعد فکر کنم کاملا متفاوت میشه. اما در این مرحله کنی فکر کنم نزدیکترن، یعنی فکر کنم که نزدیکن که میتونه مثلا با تغییر خط میتونه یعنی اگه خطمون رو تغییر بدیم زبان تاجیکی ما هم اسمش تغییر میکنه میشه زبان فارسی؟ نه خب شما خودتون چه فکر میکنید؟ آیا زبان تاجیکی که یه زبان مستقله یا این یک بخش از زبان‌های ایرانی است؟ شما چی فکر میکنید؟ در کشور ما زبان تاجیکی با یک دستور صرف و نحو و با یک خط جداگانه از فارسی معیار تدریس میشه در دانشگاه‌ها، در مدارس متوسط. و از اونجایی که این کتاب به خط سیریلیک هست و روی اون کتاب نوشته شده زبان تاجیکی، مردم به اون میگن زبان تاجیکی. اما بازم شما خودتون چه فکر میکنین؟ زبان تاجیکی چه ربطی به زبان فارسی داره؟ بسیار سوال خوبی هست. من میخوام اینو از شما بپرسم. اگر من که مثلا زاده تاجیکستان هستم، این صحبت هایی که داریم با لهجه مثلا حالا فارسی معیار صحبت میکنیم یا با تهرانی بگیم، اگر من این حرفا رو با یک لهجه دیگری بگم، آیا پیوند من با زبان فارسی کنده میشه یا نه؟ یا این همان زبان است؟ این مثل یه درخت، ببینید اونجا این شاخه اونا جدا میشن، یعنی از یه ریشه اومدن اما بازم تفاوت دارن. یعنی به نظر من زبان یکی بود مثلا 100 سال پیش، 100 و نمیدونم چند سال پیش، بعد الان جدا شدن دیگه، فرق دارن. چه تفاوت؟
میخوام فرقشون- تفاوتش رو از شما بپرسیم، چون شما این زبان رو دارید تحصیل برای میکنید. مثال زبان امرهی هم دادند، اما این زبان تقریبا 1000 سال پیش وجود داشت، اما بعدا این زبان جدا شدند و زبان فارسی شد و زبان تاجیکی شد و امروز ما میتونیم بگیم که زبان تاجیکی ویژگی های روسی زیاد داره و زبان فارسی این وجه نداره. پس آیا شما تاریخچه جدایی زبان فارسی رو به فارسی و دری و تاجیکی میدونید؟ بله. چی بوده؟ جدایی مثلا فارسی و دری تقریبا 500 سال پیش این اتفاق افتاد. بعد از اون موقع اینا جدا اینا از چه نگاهی جدا شدن؟ آیا از نگاه ساختاری، دستوری، تلفظ، چی؟ تلفظ و لغت و خوب همه زبان مجموع این بله. لغت. یک مثالی ببینید، ناصر خسرو میشناسید؟ بله. ناصر خسرو زاده جایی است که امروز تاجیکستان نام دارد. بعد بلند میشه میره به شهر تبریز که امروز در ایران هست و مردمش هم میگن ترکی زبان شدن. اونجا با یک شاعری به نام قطران تبریزی ملاقات میکند و قطران براش کتابی رو میارد، میگه من اینجا بعضی از واژه ها رو در نمیابم، اینا رو برای من روشن کنید. که اگه من خودم اهل مسکو هم بله. میرم به این لب رودخانه ولگا و با کسی صحبت بکنم، بعضی از واژه‌هایش نمیفهمم بازم، چون که لهجه‌مون فرق داره اما زبانمون یکیه. آیا تاجیکی و فارسی نیست همین نیست؟ به نظرم زبان تاجیکی همین الان با یه مشکلی خیلی سخت رو برو شد، چون که مثلا قبلا تاجیکستان یه بخش کشور ایران بود، اما در این زمان شوروی به روسیه پیوست و همین الان مستقل شد و یکی کشور جدایی، یه ملت جدایی و همین الان این سوالی که اگه مردم تاجیکستان خود را به مردم ایران آنها چی فکر میکنن؟ آیا آنها مردم ایرانی یه بخش مردم ایرانند یا مردم مستقله؟ ببینید، ما وقتی که میخواهیم گذشته خودمون رو مرور کنیم میبینیم که ما یک مردمیم، البته چون که میراث تاریخ و فرهنگی ما یکیست. همون شاهنامه و همون مثنوی معنوی و غزلیات حافظ و سعدی و دیگر همه بزرگا و زبان اونا برای همه ما مفهومه. اگر یه خورده آدم زبان بدوند بخوند میفهمه که این چیه. ولی امروز آیا شما اگر در یکی از خیابان‌های مسکو با یک تاجیک نه دوچار بشین زبانشو میفهمید؟ نه نمیفهمم. اگه با ایرانی در اینجا یک کمی. چرا؟ بخاطر اینکه لغت مشترک هستن اما فقط لغت لهجهش مشترک. فرق داره، یعنی لهجهش اینجوری که اصلا نمیشه فرق میکنه. ببینید من وقتی که برای نخستین شما بار فکر کنم استثنا، شما اینجوری میخونید این کتاب به زبان فارسی با لهجه‌های متفاوت مثلا شما میگید میشه فهمید، اما در غیر این من صورت خودم برای نخستین بار که با یک اصفهانی روبرو شدم، گفتار ایشون برای من خیلی زوزه و کباب، بله برنج زوزه یه جوری بود که اول میخواستم بخندم و گفتم نه خوب نیست، جای خنده نداره، چون لهجه منم برای اون خنده دار میشه. ولی وقتی که گوش دادم تفاوت‌هایی هست، واقعا هم تفاوت‌هایی هست. من نمیخوام دور برم، در تاجیکستان هم 4 تا گویش منطقه‌ای وجود دارد. مثلا گویش شهرستان درواز،
برای خیلی از مردم تاجیکستان قابل فهم نیست 100%. مثلا 80%شون میفهمن. چرا؟ چون خیلی قدیمی است و من در یک جاهایی گفتار مردم خوجند رو نمیفهمم، گرچه خوجندم تاجیکستان است و درواز هم تاجیکستان است. آیا ما میتونه بگیم که اینا دو زبان جداگانه است یا نه؟ این یک زبان است. مثلا لهجه‌ن، اما اگه جدایی تاجیکی با فارسی این چیز سیاسیه دیگه، اینا رو جدا کردن. آها، رسیدیم به اینجا که این جدایی نه زبان شناسی هست نه گوی شناسی هست، اما این که فقط سیاسی جدا کردن. این مثلا این تاجیکستان رو به روسیه بود، خیلی چیز جدا شدن. واقعا یه فرقی میشه پیدا کرد بین این دو تا زبان، فرقی زیاد داره، اما باز میاره این چیز نتیجه این روش سیاسی بود هست. خب پس میشه گفت که خود مفهوم زبان تاجیکی یک پدیده سیاسی است. آره. مثل این که مثلا یکی از استانهای روسیه رو جدا کنیم، بله، یک کشوری اونو اعلام بکنیم، بعد مثلا زبانش رو هم بگیم زبان مثلا خاباروفسکی. بله دقیقاً اینجوری میشه. بله، مثل این پرندگان تو جزایر و اقیانوس، پرندگان مثلا میان بر نمیگردن دیگه، رنگ برایشون عوض میشه و آره، اما خب اصلشون یکی بود مثلا. پس ما هم اصلمون یکی است، زبانمان همون فارسی است. آره 100%. خب نمیدونم. شما چه فکر میکنید در این مورد آقای یوگنی؟ من فکر میکنم که من نمیتونم بگم که زبان فارسی و زبان تاجیکی یکسانه، و چون که ما میتونیم ببینیم زبان‌های مثل روسیه، اوکراین و بلاروس، چون که اگه ما گوش میکنیم، اگه روس‌ها گوش میکنیم، اونا میتوانند زبان‌های اوکراین یا زبان‌های بلاروس بفهمیم. ولی این زبان‌ها یکسان نیستند و من فکر میکنم که در ایران یا تاجیکستان وضعیت یکسانه. این مثل ما گفتیم، این زبان‌ها از یک زبان خرید شدن و مردم ایرانیان میتونن مردم تاجیکی رو بفهمن و مردم تاجیکستان میتونن مردم ایرانیان رو بفهمن. ولی ما نمیتونیم بگوییم که این زبان‌ها یکسانه، چون که چند سال پیش این کشورها جدا شدن و این خیلی سخته که در این وضعیت زبان‌های در کشورهای گوناگون یکسان میشه. من یه مثال‌هایی میخوایم برای شما بیارم. بگیریم کشور ایتالیا که مهد تمدن رومی بوده، روم. خب یکی از بزرگترین امپراتورهای جهان از روم برخواسته، ولی در طول تاریخش ایتالیا همیشه کشور یک پارچه نبوده. میدونین که ایتالیا در اواسط قرن 19 میلادی کشور یک پارچه‌ای شد و امروز یک زبان ایتالیایی هست. آیا ما میتونیم بگیم که مثلا در زمانی که ایتالیا یک پارچه نبود، زبان ایتالیایی هم وجود نداشت و بعد از اون که این سرزمین یک کشور شد، یک زبان پدید اومد؟ زبان ایتالیا بعد از متحد شد، این زبان که ما زبان ایتالیان را میگوییم زبان دولت. این زبان مخصوصه، یعنی این زبان معیار هست، زبان رسمی کشور هست. مصنوعی. این زبان مصنوعی مثل که زبان آلمان. خب زبان آلمانی مگه اینجوری است؟
مصنوعیه؟ بله، چون که در تاریخ این کشورها خیلی کشورهای کوچک وجود داشته و همه اونها به زبانهای خودتون زبان محلی خودشون بله خودشون اونا صحبت میکردند و وقتی که این کشورها مثل ایتالیا، آلمان و مثل ایتالیا و آلمان خفیه اونا یک کشور شد. اونا یک زبانی پدید آوردن. بله، یک زبان رسمی، چون که این خیلی مهم بود برای اونا که اونا یک زبان داشتند و من فکر میکنم که حالا مردمی که مثلا در جنوبی یا مردم که در جنوب آلمان زندگی میکنن و که مردم که در شمالی آلمان زندگی میکنن اونا همدیگر رو نمیفهمن. چرا میفهمن؟ نه. حالا دریا که در آلمان بوده و صحبت کرده با آلمانی ها، اگه اونا زبان آلمانی رسمی صحبت میکنن اونا میفهمن، ولی تلفظ دیگه و اگه اونا زبان رسمی دارن ولی در هر مناطق اونا اون کلمه مخصوص دارن و وقتی که اونا از این کلمه ها استفاده میکنن برای مردمی که در مناطق دیگه زندگی میکنن این خیلی سخته. خب داشتیم میگفتیم که یه زبانهایی در کشورهایی با یک نام خوانده میشوند، مثل آلمانی در آلمان و سوئیس و اتریش، فرانسه در کشور فرانسه و مناطق اقیانوسیش، انگلیسی در بریتانیا و آمریکا و دیگر سرزمین ها، اسپانیایی در خود اسپانیا و آمریکا لاتین، پرتغالی در پرتغال و برزیل، همه جا با همان اسم رسمی و اسم قدیمیشون خونده میشن. ولی در کشورهای فارسی زبان یک زبان با 3 نام خوانده میشه. در ایران فارسی، در افغانستان دری و در تاجیکستان تاجیکی. جالب این است که فارسی زبانان افغانستان خود را تاجیک میگند، حق تعیین سرنوشتی که شما میگید، به خودشون میگن تاجیک، میگن ما تاجیک هستیم، ولی زبان خودشون را به هیچ وجه دری نمیگن، میگن زبان ما فارسی است. میگن این دری رو دولت افغانستان بر زبان ما نهاده، ما خودمون این زبان رو فارسی میگیم. اخیراً در افغانستان یک شورای عالی هماهنگی تاجیکان افغانستان تشکیل شد که رهبر آن آقای لطیف پدرام به صراحت میگه ما تاجیک هستیم، زبان ما فارسی هست. اگر اونا تاجیک هستند و فارسی زبان و زبانشون فارسی هست، پس تاجیکایی که در تاجیکستان و ازبکستان زندگی میکنند چرا زبانشون تاجیکی باشد؟ نظر شما چیست در این باره؟ آیا میتوان زبان روسی رو در قزاقستان مثلا یا در اوکراین گفت زبان غیر روسی، نه به نام زبان روسی نامید؟ آیا میشه برای این کار؟ ممکنه مردم تاجیکستان و مردم افغانستان میهن فقط ملت خود تعیین کنند، مثل اینکه جداییشون نشون بدن که من خودمون یه ملت مستقله و هیچ ربطی به
روسیه و با ایران نداریم. ربطی تاریخی که داریم، اما همین الان یک کشور مستقلیم. خب آیا زبان مثلا آلمانی در آلمان و اتریش زبان آلمانی و اتریشی نامیده می شود، گرچه اینا دو کشور جداست؟ خب اما بعضم فرقی داره. خب آنها هم دیگر رو میفهمن، اما بعضی هم زبانشون مثل زبان کشور انگلیس و کشور امریکا فرقی داره در چند تا واژه ها یا اصطلاحات یا چیزهای دیگه. بله. من نمیتونم درباره زبان انگلیس آلمان در آلمانی و در اتریش بگم، ولی درباره زبان های اسپانیول که اسپانیایی یا پرتغال، من میتونم درباره این بگم، چون که مردم تاجیکی، مردم ایرانی، مردم افغانستان یکسانه. او تاریخ یکسان دارند، او فرهنگ یکسان دارند و مکزیکا یا کشورهای در آمریکای لاتین که به زبان اسپانیایی صحبت میکنند، اونا با اسپانیایی ها یکسان نیستند، چون که از کشور اسپانیا در آمریکای لاتین اسپانیا ها رفتن و جنگ کردند و بعد از این کشورها زیر دولت اسپانیا شدند و به این دلیل زبان اسپانیا زبان رسمی شد و از این وقت این زبان وجود داره و مردم فکر نمی کنن این زبان به اسم دیگه میگویند و ایرانیان نه تاجیکی نه افغانستان جنگ نکردند درباره حکومت و به این دلیل من فکر میکنم که سه تا مردم میتونن این زبان را زبان خود میگویند و نامش هم یک نام باشد، همان فارسی. این زبانی که مال یک مردم هست و یک زبان هست باید یک نام داشته باشد یا سه نام؟ ولی ایرانیان زبان فارسی به زبان‌های به کشورهای تاجیکستان و افغانستان نفرستند مثل اسپانی ها در کشورهای آمریکای لاتین یا مکزیکا و همین مردم سه تا مردم میتوانند این زبان خودشان میگویند و به این دلیل یک زبان مردم تاجیکی میتونن زبان تاجیکی میگویند و مردم افغانستان میتونن زبان داری میگویند و زبان فارسی مردم ایرانیان زبان فارسی میگویند و اگه شما درباره زبان‌های اسپانیایی و پرتغال میگویند، این وضعیت یکسان نیست با زبان‌های فارسی، تاجیکی، داری. خب چه تفاوتی داره به نظر شما؟ تفاوت بین زبان مثلا این اسپانیایی در اسپانیا و مکزیک و فارسی در ایران و تاجیکستان و افغانستان. من در خودم درباره تفاوت بین تاجیکی زبان تاجیکی گفتاری و زبان تاجیکی هنری و فرهنگی
بله بفرمایید. بگم من خودم فکر میکنم که در تاجیکستان الان دو تا زبان وجود داره. پس زبان فرهنگی و وقتی که شما اینو کتاب خواندی و گفتین که این زبان تاجیکی بود ما فهمیدیم، اما وقتی که مردم تاجیکی بین هم دیگه صحبت میکنن ما زبانشون نمیفهمیم. پس فکر میکنم که زبان تاجیکی گفتاری، زبان خیابونی با زبان تاجیکی فرهنگی فرقی داره و زبان تاجیکی فرهنگی با زبان فارسی تفاوت زیادی نداره، این مثل یکیه. اما وقتی که مردم به زبان خودشون به زبان گفتاری صحبت میکنند این مثل زبان دیگه هست. آیا همین وضع رو در ایران دچار نشدید که مثلا افرادی باشن که با یک زبان غیر از فارسی صحبت بکنن یا یک لهجه داشته باشن که برای شما قابل فهم نباشه؟ پیش اومده همچنین چیزی؟ خب البته بود. مثلا ما رفتیم با دنیا تابستون به ایران، اونجا رفتیم به مثلا اصفهان. لهجه مردم اصفهانی خیلی فرق داره با این زبان فارسی ادبی. بعدن بازم لهجه مردم شیراز هم فرقی داره، چون که هم چیزی مخصوصی داره توی زبانشون. بعدن مثلا توی این زبان مردم همدانی همین طور شد. بله. البته هر مردمی تو هر شهری چیزی خاصی، چیزی مخصوصی تو زبانشون داره و فکر میکنم که این چیز تو همه جای دنیا پیش میآید. حالا میخوام بگم که ما به این نتیجه رسیدیم که در هر جای دنیا دو تا زبان وجود دارد، یکی زبان نوشتاری، بله، همون زبان ادبی، هنری، فرهنگی، سیاسی، نمیدونم چیزی رسمی، علمی، یک چیزی رسمی، و یکی هم زبان گفتاری. و شما خودتون گفتید که در ایران هم گویش ها متفاوتی هست، شما گفتید در تاجیکستان هم همچنین، چون حرفای خیلی از تاجیک ها رو شما نمیفهمید. آیا برای این سه کشور فارسی زبان به نظر شما که دانش رو زبان فارسی معیار آموختید بهتر نیست که یک زبان معیار داشته باشند که همه مردم این سه کشور با هم بسیار راحت مثل ما و شما صحبت کنند، اطلاع بگیرند، دانش بگیرند، یا اینکه هر کدام از این کشورها برای خود یک زبان معیار داشته باشد و جدایی میان این سه گونه فارسی رو بیشتر بکنند؟ به نظر شما کدومش درست تره؟ به نظرم این راحت تر برای سیاست، برای ارتباط بین این کشور زبان یکی داشته باشد. اما فکر میکنم که مردم نمیخواد با زبان یکی صحبت میکنه، چون اقوام افغانی و مردم افغانی از منطقه دیگه به زبانهای خودشون صحبت میکنند و این بهتر بود اگه زبان رسمی این سه کشور یکی باشه. اما فکر میکنم که در آینده وضع اینطور باشه که در تاجیکستان مردم با زبانهای و لهجه‌های گوناگون صحبت میکنند و در افغانستان با زبانهای گوناگون صحبت میکنند و ما خودمون دانشجو زبان فارسی هستیم و زبان افغانی و زبان تاجیکی یک کمی میفهمیم، تقریبا نمیفهمیم. پس اگه مردم این سه کشور در آینده زبان یکی داشته باشه، این راحت‌تر برای سیاست و برای ارتباط بین این کشور باشه. اما برای مردم فکر میکنم که فرقی نداره. یعنی اگر خواسته باشن فیلم های ایرانی مثلا تماشا بکنند یا سرودهای ایرانی گوش بکنند، آیا طوری میشه مشکلی داشته باشند
میدونید که در تاجیکستان محبوب ترین آوازخوان گوگوش بود و هست و محبوب ترین آوازخوان هم احمد ظاهر است. گوگوش اهل ایران و احمد ظاهر هم اهل افغانستان بود، ولی ما زبان اونا رو زبان خودمون میدونیم. پس مردم که اینها را گوش میکند میتوند بگه که اینا مال ما هستن یا ما مال اینا هستیم یا ما با هم یکی هستیم؟ میتوند نه؟ چرا ما نمیفهمیم زبان تاجیکی وقتی که مردم به این زبان در خیابون حرف میزنند؟ ببینید وقتی که تاجیک ها در تلویزیون فیلم های روسی رو تماشا میکنند، من فکر میکنم 90% را درک میکنند. بعد فکر میکنن که ما زبان روسی میدونیم، پا میشن میان روسیه که دنبال کار، و وقتی که اینجا با مردم سر به سر میزنن میبینن که این زبان روسی که اون چیزی نیست که در تلویزیون نشون میدن، یا زبانی که در دانشگاه تدریس میکنن و زبانی که علم با اون میآموزن خیلی فرق میکند. البته همینطوری که مثلا ما رفتیم تهران، اونجا هم دانشجوی ایرانی بودن که زبان روسی یاد گرفتن و ما بین خودمون به یه زبان جوانی صحبت کردیم به زبان روسی، اما واژه‌هامون مخصوصی بود، مثل اینکه اسلنگ روسی بود و این دانشجوی ایرانی هیچ چیز نفهمیدن چون که توی دانشگاه اینو یاد نگرفتن. درست است. این درست است. و به نظرم همینطوری که با مردم تاجیکی که ما توی خیابون میبینیم همینطور میشه، چون که آنها به یه زبان مخصوصی با همدیگر صحبت میکنند، حرف میزنند. بله درست است. ببینید ما که گویشور زبان فارسی هستیم و گونه‌های مختلف آن را داریم، به گوش ما هر یکی از این گونه‌های زبان فارسی بیگانه نمیاد. یعنی اگر یک تهرانی بیاد در دوشنبه صحبت بکند، همه او رو میفهمند، حرفاشو. یکی مثلا 80%، یکی 90%، یکی 10%، یکی 20%، ولی اینطوری نیست که اصلا نفهمند. چرا؟ چون نفس زبان یکیست. درست. نفس زبان یکیست، یعنی یک زبان است، ولی وقتی که ریشهشون یکیست. بله ریشهشون یکیست و واژه‌هاشون یکیست، فقط تلفظها فرق میکنن. ولی وقتی که شما زبان رو از کتاب یاد میگیرید و یا اینکه در ایران زبان روسی رو از کتاب یاد میگیرن، شما در یک چارچوب محدود هستید. این است که شما آقای یوگنی فکر میکنید که فارسی و تاجیکی دو زبان جداگانه‌ای هست، در صورتی که یه تاجیک و یه ایرانی با هم بشینن برخیزن مثلا 2-3 روز کاملا همزبان میشن. چرا؟ چون یک زبان. مثل اینکه سعدی گفت که بنی آدم عضو یکدیگرند. بله. پس برای اینکه این مشکل را حل بکنیم، اول مردم تاجیکستان به نظرم باید خطش رو عوض کند فارسی. نه، آنها اول باید چیزی بفهمید که آیا آنها میخوان مستقل باشن، مثل اینکه کشورشون مستقل باشن یا به ایران و به این فرهنگ خیلی قدیمی بپیوندن. و بعداً اگه اینو تصمیم بگیرن معلوم میشه دیگه که آیا آنها خودشون میخوان یکسان باشد با مردم ایرانی ها و مردم که زبان فارسی و زبان ایران بلدن یا نه. ببینید من از این حرفای شما یک سوالی رو میخوام در بیارم که آیا به نظر شما تغییر خط در تاجیکستان اتحاد با ایران را در پی خواهد داشت و مثلا استقلال تاجیکستان از بین خواهد رفت؟ در صورتی که گفتیم آلمان و اتریش همزبان و همخطن ولی دو کشور جداگانه. اتحاد فرهنگی احتمالاً، نه اینکه من نمیدونم. خب نظر نداره. مثلا آیا میخوان مستقل بمونند؟ ما میخواهیم مستقل بمونیم. کشور ما میخواهد کشور
مستقلی باشد. ببینید مثلا کشور انگلیس و کشور فرانس یکسان خط دارن، خط لاتینه، اما آنها مثل یکدیگر نیستن. این یک کشور مستقلن. بله، زبان انگلیسی گرچه بسیار واژه‌های فرانسه دارد. اگه مردم تاجیکستان میخوان خطشون عوض کنن، خوب طوری نیست باشه. آنها میتونن اینو انجام بدن، اما این نمیشه دیگه فهمید که اگه آنها خطشون عوض کند مثل مردم ایران باشن، مثل اینکه یه مردمن. یعنی البته دیگه خیلی وقت گذشت و آنها نمیتونن دیگه بگن که ما ایرانیم یا ما البته آنها مردم کشورشون از ایران خیلی وقت خواست که جدا شد. پس اگه آنها میخوان خطشون رو وصل کنن، ما دیگه نمیتونیم بگیم که اگه خطشون دیگه فارسی است پس آنها ایرانن، یه بخش ایرانه. بسیاری از تاجیکا خودشون رو ایرانی میدونن، چون تاجیکا در واقع مردم ایرانی تبار و ایرانی نژاد و ایرانی زبانی هستند. اگه آنها میخوان خود را به خودشون به کشور ایران بپیوندن. در تاجیکستان موضوع پیوستن به ایران یا ملحق شدن به ایران مطرح نیست. نه؟ بس خطشون چه ربطی داره به ایران؟ چون زبانشون یکی هست. بله بفرمایید. میدونین که قبل از انقلاب شوروی توی امپراتور روسیه حتی نوشته دیگه بود و زبان اوکراین و زبان روسیه تقریبا یکی بود. اما پس از انقلاب شوروی و پس از مدت زیاد که اوکراین جدا شد، سوال نیست اگه زبان روسیه و اگه زبان اوکراین یکی هست یا یکی نیست. من که کیف رفته بودم و در خیابان‌های اون شهر در بنگاه‌های رسمی و جاهای رسمی صحبت می‌کردم به زبان اوکراینی. به زبان روسی صحبت می‌کردی فکر کنم. من روسی صحبت می‌کردم، اونا اوکراینی. من بیشتر حرفای اونا رو نمیفهمیدم و پیش خودم گفتم که بله، چون اونا روسی میدونن ولی من اوکراینی نمیدونم. من برای خودم گفتم که ببینید این روسی و اوکراینی گرچه از یک ریشه هستن ولی مثل فارسی و تاجیکی همسان نیستن که من بگم یک زبانه. اینا دو زبان هست. ببینید این یکی از مهمترین مشکل سیاسی است، چون که مردم اوکراین همین الان میخوان جداگانه خودشون نشون بدن که اگه شما تشریف میبرین به کشور ما باید به زبان ما با ما حرف بزنید. یعنی ما باید از ایرانیان بخواهیم که وقتی تاجیکستان اومدن تاجیکی صحبت بکنن؟ پس منظورم بود که 100 سال پیش این دو زبان تقریبا زبان یکی بود. بله، قبل از انقلاب شوروی تقریبا. نه اینکه یکی بودن. من یک مثالی براتون میارم. استاد صدرالدین عینی مثلا مثال میارم. خب مثال این است که در تاجیکستان استاد صدرالدین عینی بنیانگذار ادبیات نوین تاجیک شناخته شده. ایشون قبل از استقرار دولت شوروی هم در اون منطقه زندگی کرده و کتاب‌های نوشته. کتاب‌هاش همه به خط فارسی بود و زبانشون هم فارسی بوده. ولی بعد از اینکه در تاجیکستان خط رو عوض کردن، همون کتاب‌ها به خط سیریلیک منتشر شد. پشتش نوشتن کتاب به زبان تاجیکی هست. دقیقاً به زبان روسی هم نوشته شده ها. نه تاجیکسک میزیکی. به نظر شما اگه دولت کشور تاجیکستان حتی زبان تاجیکی از سیریلیک به فارسی عوض میکنه، زبان فارسی باشه یا زبان تاجیکی باشه؟
ما خودمون موندیم. خب من شما چگونه میشود یک زبان رو اگر با 2 خط بنویسیم 2 تا نام داشته باشد؟ این مال درسته. که چند بر از اون آخه ببینید چیزا. زبان اما یکیست، اگه این خطش دیگره. زبان یکی. بسیار خوب. اگر ما بگیریم و اشعار پوشکین رو به زبان روسی ولی با خط لاتین منتشر بکنیم، خب، آیا زبانش روسی میماند یا اینکه مثلا لاتین میشود؟ البته روسی میمانه. خب البته روسی میماند. مشکل چیه؟ مشکل این است که وقت خب به نظر من اصلا مهم نیست به چی حتی چیزی نوشته، کتابی نوشته. خب ببینید در اگه این راحت تری برای مردم تاجیکستان باشه. ولی اگه ما پوشکین را به خط لاتین می نویسیم، این زبان رسمی کشور نیست و به این دلیل نام مخصوص نداریم و در تاجیکستان هر خط رسمی سیریلیک و به این دلیل اگه با این خط کتاب ها رو یا روزنامه ها رو می نویسن، این زبان دیگه یعنی و دلیل اسم این دیگه دلیل این می شود دلیل سیاسی. بله. خب یک بله. مثالی. بله. بسیار خوب. من یک مثالی براتون میارم. سوالم هست در واقع در سال 1989 زبان رسمی تاجیکستان فارسی تاجیکی نامیده شد و در قانون اساسی تاجیکستان که بالاترین مرجع کشورداری هست نوشته شد که زبان جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان تاجیکی فارسی می باشد. از سال 1989 تا 1994 که قانون اساسی عوض شد زبان ما رسما فارسی تاجیکی نامیده می شد، ولی در سال 1994 که قانون اساسی رو اصلاح کردن این واژه فارسی از متن قانون گرفته شد و دوباره گفتن زبان دولتی جمهوری تاجیکستان زبان تاجیکی می باشد. نقطه. بله. حالا من خیلی برام عجیب است که چگونه یک زبانی از سال 1989 تا 94 فارسی بود، بعد از 94 تا امروز شده تاجیکی. چون که دولت دیگه اسمش دولت عوض همون شد. دولت است. دولت همان دولت است. این دولت حضرت آقای رحمان بود از سال 1992 تا 94 و از 94 تا امروز هم خودش هست. حتی وزراش عوض نشده. همون دولت است. ولی آیا می شود به دلیل سیاسی واقعیت‌های زبانی را زیر پا گذاشت؟ فکر میکنم که این در این 4 سال زبان تاجیکی عوض نشد، اما فکر میکنم که در دوره شوروی و در دوره بیشتر این زبان از زبان فارسی گوناگون شد، جگه شد. بله. یک چیزهای در واقع بود. ببینید شما میدونید که یک روندی بوده برای ساده سازی زبان و این زبان معیاری که شما در ایران آموختید و در دانشگاه‌های روسیه آموختید در واقع یک زبان ساده شده فارسی هست، ولی بنای کار رو گذاشتن بر گویش تهران چون گویش پایتخت بود و در پایتخت ایران هم چون از همه مناطق ایران افراد اومده بودند و در دولت آن زمان ایران همین زبان به کار برده میشد با همین گویش. این زبان در نتیجه تدریس در سراسر ایران گسترش پیدا کرد. ولی در تاجیکستان کار دیگری کردند. زبانی را که با زبان ایران تا انقلاب شوروی تقریبا همسان بود و اصلا هیچ تفاوتی نداشت، نه خطش، نه واژگانش، نه هیچی، یکی بوده. از سال 1928 که یک بار خطش رو لاتین کردن و در سال 1940 که یک بار خطش رو روسی کردن سیریلیک تا امروز، حتی قوانین زبان هم دیگر شد. گرامر زبان تاجیکی رو بر اساس گرامر زبان روسی ساختند. بله. اما این چیزی تاریخیه. چیز تاریخی نیست. مثلا از 1950 تا امروز
شما خب، بگیرید از 65 55 65 سال گذشته و هنوز هم این زبان ساخته، شما گفتید زبان مصنوعی هست، زبان آلمانی و ایتالیایی، زبان تاجیکی نیست، در واقع یک زبان مصنوعی هست. اینها، یا ببخشید نه اینها، بلکه در اون زمان در پی ساده سازی زبان آوردن یک زبانی رو که به قول ابوعلی سینا از قعر گل سیاه تا اوج زحل همه مشکلات گیتی رو میتونست حل بکند، کشوندن از اوج زحل انداختن در قعر گل سیاه. این یک واقعیت زبانی هست و شما امیدوارم وقتی که در دوره‌های بعدی زبان تاجیکی رو در قیاس با زبان فارسی تحصیل میکنید بیشتر درک خواهید کرد که چه بلایی به سر این زبان در تاجیکستان اومده و چرا امروز شما گفتار تاجیکان رو نمیفهمید. من بسیار از شما متشکر هستم که برای ما این فرصت رو دادید. امیدوارم باز هم همدیگه رو ببینیم و در این باره بیشتر صحبت کنیم. بسیار سپاسگزارم از لطف شما و برای شما پیروزی ها و موفقیت ها چنان که در تاجیکستان میگویند آرزومندم. ایشالا که بازم همدیگه رو ببینیم. ممنون.